سلام دوستان، امروز اومدیم با قسمت دوم سریال کریر آلمریا و همونطور که توی قسمت قبل دیدید رونالدو بهمون درخواست داده. غیر از اون درخواست ما باز همه درخواست دیگه و یک درخواست دیگه هم از بازیکن داریم. قراره از همونجوری که روی تامنیل دیدید این سه بازیکن رو بخریم و وارد تیم کنیم. فقط نکتهش اینه که یکی از این بازیکنان قرضی و به مدت 10 بازی بیشتر پیش ما نیست. بریم سراغ ویدیو. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما حمایت کنین. هر یه دونه لایک شما یه دونه بیشتر حمایته و میتونه حال منو بهتر کنه. من نمیگم لایک کنین یا نکنین، مجبورتون نمیکنم، ولی مرامی لایکو بزن، ساب بکن، خواستی زنگوله رو هم بزن که ویدیو اومد بدونی. کامنت هم هر چی خواستی، حتی هیت هم دادی بده، اشکال نداره. بریم سراغ ویدیو. عشق منی، مخلصتونم. از اونجایی که رونالدو گفته بود که از همتیمیام رو بیار و ما پستی که خیلی کمی توش لنگی میزنیم دفاع وسط، میخوام از دفاع وسط اینجا میزنیم روی کلاب تیم آسیا. اینجا تیم النصر رو انتخاب میکنیم، پوزیشن رو هم میذاریم روی دفاع وسط. ببینیم کیو میاره. اینیگو مارتینز هست، محمد سیماکان هم هست. بریم آمارش رو نگاه کنیم ببینیم کدومشون بهتره. اینیگو مارتینز 34 ساله است، 78 اورالش، خیلی سیماکان هم 74 هم 25 ساله، 175 قد، میتونه پیشرفت هم بکنه، پس همینو میاد. آزمون با 22,000 تا به ترکیب سیماکان دفاع، آزمون جلو و این و رودریگو با اوورال 88 همونطور که میبینید سرش. فقط به مدت 10 بازی پیش ماه. بریم سراغ بازی دیگه من نمی کنم، شاید بعد 2-3 بازی. بچه ها هر طوری کردیم ترکیب شد. این گیم خوبه، فقط میگه دلافونته رو داشتیم چپ، اورش کم پایین اومده ولی باز خوبه. تا ببینیم جلوتر چی میشه. بریم سراغ بازی. امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. بریم سراغ طبق معمول گل اول که زدیم میذاریم خودکار خودش بازی کنه. تریمین توپو گرفته، لونا این طرف، بازیکنای خوبی هم با خوب پیشرفت کردن انصافا. آزمونم واقعا خوب پیشرفت کردی. کسی که خریدیمش خوب پیشرفت کرد سیماکان بود که 84 خوبه، جای پیشرفت خیلی زیادی داره. و دلوفونته هم اینجا بعد از 4-5 بازی که نه 6-7 بازی به بازی برگشته و شوتو میداره که نه. داشتم میگفتم این قسمت ها رو از دست ندید، حتما ببینید. ویدیو اول درسته 7 دقیقه بود کم بود، ولی از این بعد سعی میکنم بالای 10-11 دقیقه بسازم. لطفا دیگه خودتون ببخشید، کارمون سخته. اولاشه درسته، بله همه چیز فقط گیم پلیه، ولی جلوتر میفهمید بالاخره PS چیزی نداره، باید فقط گیم پلی زد. گل اول هم خوردیم. و الان که دارم ویدیو میگیرم 12 به بعد 31 تیره که در اصلی الان 1 مرداده و تقریبا 4 روز نمیدونم 3 روز یا 4 روز دیگه 4-5 روز دیگه هم اطلاعات بازی ای فوتبال 2027 میاد. بریم سراغ گزارش بازی ببینیم چی میشه. گل اول هم خوردیم، جمع کنیم. وضعیتمون هم خرابه، یه بازی رو باختیم، یه بازی رو بردیم و این بازی رو هم باید ببریم تا بریم بالا. بباخیم خیلی بد میشه واسمون. اون طرفات بره بابا 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 بابا، اون طرف صاحب توب کن. دلافونته بگیر ایور. وای طرف داره میرن بازیکن تیم حریف. گل دوم هم زدن. تو فاجعه ای شد. آزمون میده به بابا این طرف، بابا پاس تو در آریباس.
آری بس برو اون طرف بزن دیگه شوتتو. باز بده این بر دلا فوئنته. خیلی بد، خیلی بد، خیلی 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 بد دارم بازی میکنن. شروع شد لازم 2-0 عقبیم. فکر نکنم بتونیم برگردیم با بازی. دقیقه 50 بازی هم تقریبا. اون بر رودریگو شوتو بزن دیگه. سردار آزمون دریبلینگ همه ضعیفه. شاید واقعا بتونم بگم خیلی بدن. حتی بازیکنی باشه واقعا نه واقعا از این تیم چی بگم. آزمون میده این طرف. رودریگو بگیر این ور بزن دیگه شوتتو بزن. ای بابا دیگه خودش بازی کنه. ما دیگه بازی نمی کنیم. فکر کنم خودش بازی کنه شاید بهتر بازی بکنه احتمالاً. نمیدونم. طرف بازیکن حریف داره میاد. وای بگیرش تو رو خدا. پاس خوب برای دلافوئنته باز هم برای آزمون رودریگو نه دیگه معطلش کردی. خیلی واقعا بله. بازی و سانتادر 2-0 از ما میبره. تیم فاجعه است. امیدواریم رونالدو فقط دستمون ناراحت نباشه که حق هم داره ناراحت باشه. و همون اولیه تغییر دادم شاید این ترکیب بهتر باشه. نگاهی بکنیم با که داریم نگاه میکنیم وای چهارمیم. واجولیت خیلی اون نزدیکه و تفاضلم اون بیشتر از ما. یعنی 3 تا گل زدیم 17 تا خوردیم. فاجعه است کلا دفاع. الان تیمای دیگه تا مثلا تا تیم هشتم بیشتر از ما گل زده. مهاجمان قدی هم که بگیندن خوب نبودن. بیشترین گل زن ببینید میگل دلافوئنته و 10 گل کلا. بعد ببینید مثلا از تیم نامگویو 15 تا. تیم فاجعه است. باید یه کاری باش بکنیم. رونالدو یه کاری بکن. خب بچه ها میرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. ادامهش باشه تا قسمت بعد. خیلی خوشحالم که دارید ماندی کنید. ممنون. عشق منید. مخلص همه تونم. ممنونم که هستید. لایک همون چیزایی که گفتم یادتون نره. قلبای داداش خداحافظ.